آرامستان اگر امشب بازیگوشی کنیم، بازیگوشی امشب منجر به این میشه که چیزی را که باید امشب یاد بگیرید که در درسای آینده کمکتان میکنه باز از پیشتان میره. پس به همون خاطر از کل شما من خواهش میکنم درس امشب درس تکراری نیست که دیشب خود میگفتیم برو ویف خرگست یا یعنایم خرگست تا جای یاد دارم. درس امشب واقعا گوش کردن و نوشته کردن کار دارن و در جریان درس از همگیتان هم خواهش میکنم، تشکر اسما جان، که کتابچه‌هایتان بانین، پیشرویتان گلاس چای و نان و چیزا را گوشه بانین که باز اگر این فکر آدم دیگه طرف میشه. یکی از دلایل که ما در وقت درس نمیگم سفر شیر کنین یا لایک کنین تا ای که امو تمرکز ذهنیتان تنها بالای درس باشه. ما و شما ضمایر فاعلی را کار کردیم از ایش، دو، ای، از وی و غیره و آرتیکل را کار کردیم. بخش سوالهای بله و نخیر و سوالهای معلوماتی جمع صرف فعلا یک طرف میمانیم. یک طرف به چی خاطر میمانیم؟ چون به درس امشب ما زیاد ربط نداره. چرا وقتی که جمله جور میکردیم صرفش میکنیم، اما درس امشب ما بیشتر که آرتیکل ها نقش داره. نقش آرتیکل ها در درس امشب بسیار مهم است. ما و شما در چند شب گذشته هر فاعل را که یاد میکردیم چی میگفتیم؟ من، تو، احمد، مینه، ما، شما، آنها و غیره و غیره. اما امشب یک قدم میخوایم پای خود از موقعیت فعلی خود بیشتر بگذاریم تا ای که فاعل جمله دیگه شاید نفر خودم یا تو یا او نباشه، شاید مثلا پدرم باشه، مادرم باشه. درس امشب ما را به این اختصاص میدیم که کمک ذهن ما بازتر شود و باز یک جنبندی کنیم، کلش تکرار کنیم. میاییم از سه دانه ضمایر فاعلی شروع میکنیم که از پیشتان گدوت نشود. لطفا دقیق گوشا یکیش باز دیگهش بسته. ما در روی تخته اول 3 دانه آرتیکل نوشته میکنم. خوب متوجه باشین چرا من این کارا میکنم. در روی تخته من 3 دانه آرتیکل نوشته میکنم. این 4 دانه آرتیکل یک دانش خود جمع است. کلتان یاد داره. کل که این یاد داره که 3 دانه آرتیکل ما همیشه به مفرد استفاده میشه و یک دانش هم جمع کلش است. این آرتیکل ها به نام آرتیکل های مشخص یا معین درباره‌اش گپ زده بودیم. ما و شما 2 دانه آرتیکل نامشخص یا نامعین داریم که عین و عینه است. ایران خواندیم ما و شما. اینم یعنی به خاطر که بیشتر کار ما آسان شد ما به اون خاطر ده و دست زیر و زیر نوشته کردم که چون اردوی از اینا چی میشن؟ عین میشن. دی چی میشه؟ عینه میشه. چرا دی جمع عین و عینه نداره؟ کلگی میفهمه به خاطر از این که وقتی که یک چیز جمع باشه چطور یک دانه میتونه باشه. به طور مثال ما و شما میگیم میز گفته بودیم دیتش موتر میگفتیم دست اوتو. اگر بگویم یک دانه میز نامشخص، یک دانه میز کدامش مهم نیست، چی بگیم؟ عین میگیم یا عین میگیم؟ به اون خاطر من دی و دست زیر و زیر نوشته کردم. اسم هایی که آرتیکلشان دی و دست است اگر آرتیکل نامعین یا نامشخصش استفاده کنیم میشن عین. اسم هایی که آرتیکلشان دی است چی میشن؟ اونا عینه میشه. به طور مثال پتلونه که در جانم است دی حوزه، اگر بگیم یک دانه پتلون عین حوزه. این فقط یک تکرار کردم. اما اگر ما از یک دانه بیشتر شد اسم ما مهم نیست که آرتیکلش در حالت مفرد یا یک دانه بودن دی دست یا دی بوده، جمع کل اسم ها از یک دانه بیشتر جمعشان دی میشه. و این عینه نداریم چون جمع که بود دیگه عینه به معنای یک دانه، جمع که بود عینه نداره. این چرا یک تکرار کردم؟ چون درس امشب ما به این بسیار یک فربندونگ یا یک نقطه بسیار
مشترک خوب دارن. به اون خاطر من یک تکرار یاد کردم. ما و شما در چند شب گذشته از چیا استفاده کردیم؟ از من، تو، او زن، اوی بیجان، ما، شمای غیر رسمی، آنها و شما. اما هیچ وقت نامدیم این استفاده نکردیم که مثلا ما بگویم خب من مریض هستم. یک دفعه شاید به شما بگویم من معلم صاحب امروز در کورس زنگ بزنین آمده نمیتونم. چرا؟ پسرم مریض است. یک چیز را ملکیتش به خود باید گفته بتانین. همیشه اشتباهی که صورت میگیره از پیش ما و شما در عین و عینه فرق کرده نمیتونیم که کجا عین استفاده کنیم کجا عین استفاده کنیم. به مو خاطر این قوس ما کشیدم که 12 آرتیکلا که بود عین میشه و دی عینه میشه. اینمی رقم در ضمایر ملکی که امشب کار میکنیم دوام اینمی ماینه این چیزا مشکل اساسی ما و شما هسته. به او خاطر در اینجا کوشش میکنیم که تفاوت اساسی از این را امشب پیدا کنیم که در درس امشب که خلاص شد کسی نباشه که ایران بانه که بیادرم که بگویه ماین بگویه یا ماینه بگویه. کوین و باقی مانده دوستای عزیز طبق روند ارشد خیر بر ما مزاحمت میکنه. عتیق جان رحیمی و غیره دوستا همین گل را که روان میکنیم فعلا بگذارینش چون تحت صفحه اسکرین پاک باشه من بسیار خوب میتونم امروز شما ارتباط برقرار کنم. یعنی به یک بار بسیار چهره پر از خنده بردان گفتم که من این میال تخته پیشوش دکتر غریب علی ببینید من بردان خواهش میکنم من بر من بهی سلفیایتان یک طرف کنیم بر من مزاحمت میکنه. شیشه تلفن که پاک باشه فکر میکنم کلگی مرا دیده میتونه. این بار آخر است تکرار میکنم لطفا متوقف کنیم گل زدن. میاییم از ضمایر فاعلی شروع میکنیم. از من شروع میکنیم یک جمله ساده میگیم که درسای گذشتم تکرار شود. امروز یک سوال هم جور میکنیم که بار دوم تکرار شود درسای ما و بعد از باز میاییم سر ضمیر فاعلیش میگیم که بخیه بود دل جمع شویم کل ما و شما. میاییم شروع میکنیم امروز ایش معنای فارسیش هم که نشته نکنم اسیب نوری په پښتو پوهیږي ګرانه یا فارسی د ساده مورنۍ ژبه. ما خو یو ځل وویل چې دا کار همدا اوس مه کوه. فارسی هم میگم. اوکی. ایش به معنای من کل یاد داره اینه به معنای من. برای من کلگی جملام جور کرده میتونه فعلام صرف کرده میتونه هر کار کرده میتونه. به طور مثال It's lonely کفایت میکنه از خواهشتیت. من مریض هستم به طور مثال کلگی میفهمه که برای من فعل زاینه که صرف بکنم ich bin krank من مریض هستم. Tu مریض هستی du bist krank ist krank sie ist krank و غیره و غیره. اما حال میاییم ما و شما یک مرحله پیش میریم. اینی که از پیشی که اکثریت کسای خصوصا جدید هستن نمیفهمم چرا ناآگاهانه اشتباه صورت میگیره. وقتی که من میگم که فرق بین ماین و ماینه را بفهمید بسیار به راحتی اینجا تفکیک میشه. ضمیر ملکی ایش کلگی میفهمه که چی است یا که ماین است و یا هم ماینه. ببینید در زبان آلمانی به نظر شما شاید یک موضوع پیش پا افتاده بیاید بگوییم خب ماین یک دانه یک ای است اما این همیجاست که تعداد اشتباه میمانیم. من از کجا بفهمم که در کجا من ماین میگم و در کجا ماینه میگم. ماین به معنای از من مثلا موتر من با فارسی با شما موتر من برادر من خواهر من مادر من خانه من لباس من و غیره و غیره.
کلش به یک سبک میگیم. لباس من، موتره من، فقط داخل موتر و لباس و کل چیز یک زیر اضافه میکنیم. موتر من، موتره من. اما در آلمانی چی میکنیم؟ دو گزینه داریم، یا ماین است یا ماینه است. در کجا من ماین میگم و در کجا ماینه میگم؟ بسیار راحت میایم تفکیکش نوشته میکنیم، یک تیر میزنیم، der و das. der و das اگر بسیار خرد آمد فکر میکنم، باشید که من کمک ساحه را بزرگتر کنیم. همیان خرد نشته شده فکر میکنم بسیار زیاد. دل من باز یک رقم جمع نمی باشه. ما و شما با وضاحت فکر کنم از نشته ما وقت اکثریت کسا فهمید. من این طرف استاد شما که معلوم شود اسم هایی که آرتیکلشان ده یا دست باشه ماین میگم، در آخرش ای اضافه نمیکنم. اسم هایی که آرتیکلش دی مفرد یا دی جمع باشه باز دوجه ماینه میگم. خوب متوجه باشین که چی وقت ما ماین بگویم و چی وقت ماینه بگویم. به طور مثال میاییم یک جمله یک اسم اول انتخاب میکنیم. موتر به زبان آلمانی چی میگه؟ ما شما گفته بودیم که دیگر اسم من امرای آرتیکل یاد میگیرم. Das Auto به معنای موتر. اگر من بخوایم بگویم موتر من ناگزیر هستم که بین از این دو دانه انتخاب بکنم. فکر کنم ضعیفترین شاگرد صنف که جدید باشه میبینم اگر این من خود نشته کرده که اگر ده یا دست بود آرتیکل از این اسم ماین بگو این نکش. اگر نه که دی مفرد یا دی جمع بود ماینه بگو. حال اختیار به دست شما بین ماین و ماینه کدامش انتخاب میکنید؟ موتر من اگر بگویی گپ بسیار مهم، شاگردایی که بیخی جدید هستن وقتی که از اینیا استفاده کردیم اینمی که ای نمیتیم یا ای میتیم اینمی به معنای از اینکه کار آرتیکل میکنن دیگه. اینی آرتیکل باز از بین میره، نمیگی ماین دست آوتو. آرتیکل اینمی خودش وظیفه آرتیکل انجام میده. به اون خاطر قانون آرتیکل سرش تاثیر داره. موتر به زبان آلمانی آوتو نمیگه، چی میگه؟ دست آوتو میگه. اگر ما بگویم موتر من دیگه ماین یا ماینه کدامش هم میارم کلگی مطمئن هستم هم نظرم هست میگه ماینه دیگه این ندید آخرش. چرا؟ چون دست مربوط ماین میشه. سعیس میگم این فهمیدم. تشکر. دیگه اینان وقتی که موتر من گفتم اینی آرتیکلش دیگه استفاده نمی کنم به خاطر که جاگزینش ماین شد. ماین آوتو. کسایی که بیخی جدید هستن فرقش نمیفهمن. موتر من یا موترم. این حالا دیگه فکر نکنم در صرف کسی باشه که بگویم موتر ماین یا ماینه کلگی فکر میکنم فهمیده. چرا؟ چون جدول اطلاعی اگر نامش بانیم کلام نشته است که دی اول دست که بود ماین بگو، دی جمع یا دی مفرد که بود ماینه بگو. دیگه خدا و مغز امشب خوش کنه که من امیال آرتیکلش مشخص باشن، آرتیکلش هم نشته بکنم. سر از اون بر شما اپارتمان چی میگه؟ یا می خانه که خانه نه اپارتمان. دی وونونگ. اگر بگویم که اپارتمان من یا خانه من چی میگم؟ ماین میگم یا ماین نمیگم؟ فکر میکنم کل این دیگه همیشه مطمئن است دیگه. چشم باشه خب میبینه که نه
دی اگر بود ماینه میگمش. اپارتمان من فکر کنم در مثال اول کلگی فهمید کل گپم. بیاییم یک چیز دیگر بگوییم که آرتیکلات دقیق بخوره. یک چیز میگیم که ده باشه، ده بوده یا پدر میگیم ده فاتا، پدر آرتیکلش ده برای کلی مشخص است. اگر امیال کلتان بگیم پدر مریض است ماین فاتا میگین یا ماین فاتا، کدامش میگین؟ واضح و روشن است. ده اینجا واضح نشته است که بگو ماین فاتا. پدرم. خب بس سه دانه اسم آرتیکل امروی آرتیکلایشون استفاده کردیم. دیگر را اینجا استفاده کردیم. دست اوتورم دیام وونم. یک میمونه جمع، یک چیزی که جمع باشه. اطفال دی کیندر از یک دانه اصل یک دانه طفل چی میگه؟ دست کیند. جمع که شد مهم نیست کجا دست است یا دی یا دی، جمع در هر حالت دی جمع میشه. دی کیندر. اطفال. اگر بگویی اولادایم یا اطفالم چی بگی؟ بیاییم سعی بکنیم دی جمع میگه مثل دی مفرد ماینه بگو، دیگه چیز نگویی ماینه بگویی. میاییم آجل چی بگم؟ ماینه کیندر، اطفالم. چهار دانه آرتیکل واضح و روشن کلش اینه. در اینجا از آرتیکلش چون دست بوده اوتو ماین اوتو شده، وونونگ دی وونونگ بوده ماینه شده. در اینجا پدر فادر دی بوده پس ماین شده. در اینجا کیندر جمع بوده دی کیندر بوده ماین کیندر شده. اینال دیگه صبح که هر کس میگفت که درباره اصل فامیل خود یا یک اسم بر خود ارتباط میداد صحبت میکنه، باید دیگه گپ پیشش حل باشه که اول با کلمه‌ای که اسم به من مربوط میکنه یا ربط میده ماین است یا ماینه است. تصمیم میگیرم که کدامش بگویم، ماین بگویم یا ماینه. تصمیم بسیار ساده و راحت گرفته میشه. از چی خاطر؟ میبینیم اما اسم را که به خود ربط میدم آرتیکلش چی است؟ ده است یا دست. اگر ده یا دست بود ماین میگمش، اگر دی مفرد یا دی جمع بود ماین نمیگمش. چقدر ساده و راحت. از این شب بعد هیچ کس دیگه اشتباه نمیگه ایره. میتونید شما عکس بگیرین به خاطر که لیست پیش میره و این زمایی رو باید ما یاد بگیریم که از ایش خب ماین بود باز از باقی ماندهش کمک در ذهن آدم سخت میشه. خب احتمال میتونم که همکی عکس گرفته. در مرحله اول تنها این کلمات یاد میگیریم، باز امرایشان جمله طبعا جور میکنیم دیگه، قابل تشویش نیست. خب از من خب مشخص شد ایش میریم یک مرحله پیشتر میریم، میاییم سر خودت میرسیم تو. درست است؟ اگر
ثابت میگفتیم که مثلا du bist krank, du bist sehr nett, du bist ein Lehrer. هر چیزی که میتونستیم wer bist du, کی هستی تو، was machst du, چی میکنی تو. اما حال میاییم یک قدم پیشتر میگذاریم، یک اسمی که مربوط تو میشه. اما نمیده که از من ماین و ماینه بود، از دو چی است برای کلگی مشخص و واضح است. اونمون رقم قانون دیگه کلش یکیست، dein و یا هم deine. حال اگر من از شما سوال کنم احتمال زیاد میتونم که هر کس بفهمه که کدام از این قابل استفاده است. اگر من یک چیز را از خودت بگویم، مثلا به طور مثال میگم طفل تو، بیشتر اطفال بود، جمع بود، فراموش نکنید. میاییم سر طفل میرسیم، das Kind، یک دانه که بود دست از آرتیکلش، جمعش باز die Kinder بود. اگر بگویم طفل تو، چی رقم میگمش؟ میایم اولین چیز که ضمیر ملکیش پیدا میکنم، چون از تو، از طفل تو، دو در اینجا ضمیر ملکیش بین داین و داین تصمیم میگیرم. برای کل موضوع مشخص است، میایم در جدول سعی میکنم میگم خوب این لمر خود گفت که آرتیکل کیند که به معنای طفل دست است. من همیشه نمیرم باید یاد بگیرم، نباید یاد بگیرم طفل چی میگه فلانی، طفل کیند میگه، نخیر دست کیند میگه. ببین آرتیکل یاد داشته باشی چقدر ارتباط داره. در اینجا زود تصمیم گرفتم میتونی که داین یا داین، اگر آرتیکلش نفهمی اسم اینجا است چرت میزنی. من میده داین بگویم یا داین بگویم، چون مطمئن نیستم که آرتیکل از او اسم چی است. پس مطمئن باید باشیم که اول آرتیکل یاد داریم. در اینجا ما شما میاییم بین داین و داین تصمیم میگیریم، مشخص است دست است، نه دست در کاتگوری داین است. طبعا نشته میکنم داین کیند. طفل تو. داین کیند. مادر تو. مادر اول باید خوب بفهمیم که آرتیکلش چیست. کلگی میفهمه مؤنث است. دی موتر. دی موتر به معنای مادر. ما در اینجا چی میگم؟ مادر تو، مادرت معلم ما بود. فلان جان مادرت معلم ما بود. ما شما مادرت تو نمیگیم، مادرت همون رو اختصارش کردیم. در اینجا از چی استفاده میکنم؟ طبعا باید بفهمم ضمیر ملکی داین است یا داینه است. در اینجا چی رقم بگویم مادرت یا مادرت تو؟ میایم انتخاب باید کنم بین داین یا داینه. مشخص و واضح است دیگه اونه که داینه در زیر آرتیکل دی تحت پوششش قرار گرفته. پس natürlich schreibe ich deine Mutter. مادر تو. دوستای عزیز، تنها هدف فرق بین ماین و ماینه نیست، کلماتشان باید یاد بگیریم. امشب باید کلگی بفهمه که ضمیر ملکی من ماین و ماینه است. این را باید حفظ کنید. کارخانگیست امشب من درس دادم میرم و وقت آیستا پیش میرم که من به هر کدامش 4 دانه مثال کار میکنم. وظیفه شما چیست که این کلمات هم باز حفظ کنید. اگر تو یک روز آمدی گفتی لمر پلوور یا بالاتنه تو مقبول است، تو باید دیگه بفهمی که ضمیر ملکی تو داین است. دیگه چون نزنی که ماین بگویی بچه‌هایشون، ماین باز از منم میگه، از خودت میگه. اگر بگویی محترم مقبول است، ماین اوتو است شون. من بیایی بخوای بگویی لمر محترت مقبول است، ایوازه که داین اوتو بگویی شروع کنی لمر ماین اوتو است شون. چرا تو تمام تمرکز کردی که آخرش ایبتی یا نتی خود کلمه یادت رفته، چون این لست ما شما خود دور دراز است. از هر فایل باید ضمیر ملکیش هم حفظ کنیم و هم فرق بین بدون این یا با این بین از یان باید تصمیم بگیریم. اینجا فهمیدیم دی موتر، داین موتر، مادر تو. میاییم یک چیز دیگه خوب ایجاد برای دستم شد، داین هم شد. وکیل چی میگه؟ der، اگر وکیل مرد باشه Rechtsanwalt.
وکیل تلفظش der Rechtsanwalt. والا بچهش وکیل تو بسیار خوب آدم است، امو رو به ما معرفی میکنی، همیشه من چی نیاز دارم؟ وکیلت. سعی کنین چقدر کاربرد داره. وکیلت بسیار لایق است، وکیلت بسیار پیسه میگیره، وکیلت بسیار آدم مهربان است. امی اولین چیز باید ما شروع کنم وکیلت فعل و چیزا رو یاد گرفتیم صرف کردنشه، فعل های بیشتر هم در شبای دیگه یاد میگیریم. اما ایستا باید بتونم اول گفته که وکیلت چی رقم بگویم؟ اینجا میایم باز بین داین و داینه دیگر تکراری میشه، بار تکرار میکنم که شب اول از پیچکاری و سیروم شود. کلام نشته کردیم که آرتیکل وکیل مرد der Rechtsanwalt تصمیم بین داین و داینه. تا میایم تصمیم با چی میشه؟ حق میتون با داین. Dein Rechtsanwalt وکیل تو یوم حل شد. ایگه بام فهمیدم وکیل داین Rechtsanwalt میایم یک مرحله پیش میرم، جمع میسازیمش. هر اسم از خود جمع داره. الان اسم به استثنای چند دانه که هسته موضوع در شبای دیگه میخوانیم. در غیر از او اسم ها همگیش از خود یک حالت جمع داره. مثلا کتاب در اصل چیه آرتیکلش؟ کتاب بال دستبوخ به معنای کتاب. اما این دستبوخ که از کتاب ها شود دیگه دست تغییر میخوره. آرتیکلش چی میشه؟ یاد گرفتیم که آرتیکل جمع یک دانه داریم. اران اسمی که در زبان آلمانی مقدارش از یک دانه زیاد بود، مهم نیست در حالت تنهایی یا مفرد آرتیکلش چی بوده. در جمع آرتیکلش دی میشه، دی جمع. پس در اینجا ما شما میگیم که خب کتاب ها دی bücher. دی bücher به معنای کتاب ها. مثلا یک کسی را میگه جای به نان خوردن نیست، کتابایی در سر میز از کلشه. سعی کن مادرت میز سر کار میشه و دختر استاد لمر در درس هستی ما نان میخوریم، کتابایت سر میز است. ببین کتابهایت چقدر کاربرد داره. کتابهایت همین مادرت که برای تو بیاید آلمانی هم را گپ بزنن، کتابهایت که بگوید بین باید دو کلمه اول انتخاب داره، یا داین یا داینه. کدامش انتخاب میکنن؟ طبعا آرتیکل دی جمع داینه در تحت پوشش گرفته. داینه bücher. دوستا من مقصد این مارکرهای رنگ و رنگ که استفاده میکنم کدام نمایش رنگ مارکر نیست، با رنگ‌های مختلفی در چشم بخورم. مثلا اینجا کتاب است، ترجمهش به رنگ دیگه زود به چشم دیده میشه که گدوات نشه از پیشتان. یگانه دلیل باش که ایران بکنه. اینا رو میایم باز میبینیم که از 4 آرتیکل کالش اینه به اون نتیجه اینجا رسیدیم که داین کیند شد. موتر آرتیکلش دی بود، داین شد. وکیل آرتیکلش دیه بود، داین شد. کتاب چون آرتیکل جمع بود، دی جمع چی شد؟ داینه شد. پس شما در اینجا عکستان بگیریم که ما گفتیم آمیانه یک دو تا یک تربوز بخورم. دوستای عزیز همین لحظه سیلفی دارن عکس میگیره. کار درست از گل روان کردن به نظرتان؟ تخته را پاک خب بیاییم که من اگر کومنتار را باز کنم ببینم که دیوارا گپ زده نباشم، گپ نزده باشم، کسی هست که نفهمیده باشه.
چی رقم کرد دوستا دیگه میگه بابونه پیامای اینستاگرام دادیم چیزا فعلا وقت درس است کنسنتراسیون تمرکز بالای درس sehr schön مرادی عزیز ما هم دوستت دارم یک رای گیری کنیم بین 4000 نفر که چی گپ از در رای گیری این لیست ما طولانی است Tamakus Konzentration. Felix sich konzentrieren. Ich konzentriere mich auf den Unterricht. باید فهمیده شود اگر آدم حق بگوید بر هر 4 آرتیکل تشکر دوست عزیز به هر 4 آرتیکل و هر کدامش من یک مثال میدم یعنی واقعا باید بفهمین این از صدق دل میگم باید بفهمین خب بسیار خوب سمیرا جان من دیگه خودت لطفا میگی من به زبان میگم دوستای عزیز یک چیز براتون میگم اگر در وجودتان یک چیز به نام مزاحمت کردن است در وقت درس گل میزنین او گپ جدا است من چقدر نفر بلاک کنم براتون دوستانه میگم نه تنها صنفیایتان آزار میده من خودم وقتی که طرف شیشه موبایل سیل میکنم مرا آزار میده تمرکزم بر ام میزنه ازتان خواهش میکنم مثل یک برادر خردتان در این وقت چی همین مزاحمت نکنین همین کار خود میتونین کرده به خاطر که درس خراب میشه از پیش ما نه بلاکشان نکنین راه جان چون چقدر نفر هر شب بلاک بکنیم چقدر نفر اما من اینه برشان دوستانه میگم که خیره امی کارا نکنین چون این لایف ساتیری و آزار دادن نیست اگر میخواین مرا آزار بدین این رای آزار دادن من نیست من میتونم روی اون طرف از درس میدم من در اصل واقعیت یگانه چیزش تمرکزم بالای صنفیایتان است امی کیفیت درس چرا خراب شد با یک کار اینم هیچ نیاز نیست من 5 دقیقه درس سر از این گپ سپری بکنم در این تایم ما میتونیم لایف خود 1.5 میلیون لایک کنیم اما من هر دفعه باید 5 دقیقه وقت خودم از این کلان آدم طفلم نیستن این حال بزرگ شب بر من شیرین زنگ زدم یگان کس آزرده نشه از تیرتم یگان دفعه قار میشی حالا طفل خود نیستین که بگویم شوخی نکو یا این کار نکو کلتان نام خدا شاگرد درس هم میخوانیم کل چیز هم میکنین سر از اون باید یک گپ براتون 100 بار بگویم محمد صبور احمدی دوست عزیز به زبان من که کسی نفهمد تختر او را میخوانم خب بیاین یک کار بکنیم که صفحه ما کمک دیگه بیشتر ریکارد چکن شوه 4000 نفر فکر کنم 1 یا 2 دقیقه نیاز داره که سفر 400,000 لایک کنه و صفحه 1.5 میلیون لایک شوه در این کار خود فکر نکنم دوست عزیز که کسی مشهور شوه یا کلگی ابور از دلش یک دعای برام شاید بکنه دوستا بیاین ضربتی یک بار سفر در 1.5 میلیون برسانیم که درس بسیار جالب است متوجه شده این که برای ایش و دو دیگه کس نباشه که فرق بین ماینه داین نفهمیده باشه که پیش میریم این لیست ما امتداد لیست خود ما و شما پیش میریم درس ادامه میتونم صبر کنید که همی استانداردهای لایف ما نباید خراب شود نباید استاندارد لایف این میال یک تعداد خود در کامنت مصروف کرده از کامنت کرده یک بار ضربتی لایک کنید که لایف ما امشب 5 میلیون لایک میشه بخیر درش میگیم
به حساب اختصاری پدر او هدف ما است. در اینجا اونمو رقم گپ است. مثلا درباره یک مرد صحبت میکنیم، یک چیزی که ای است، به طور مثال هر کسی که باشه، برادرم باشه، هر کسی یک مرد باشه، ما شما یکی میگیم احمد بچه خوب است، او مکتب میرود، geht zur Schule. اما حالا میگیم احمد بچه خوب است، پدرش معلم است. پدرش چطور بگوییم؟ یعنی نشته میکنیم اما رقم اوی مرد مساوی میشه و بازم دو گزینه داریم. اینجا شروع میشه اشتباه کردن در زبان آلمانی. خوب متوجه باشید که از این یاد دیگه شما شاگردایی هستید که تدابیر شروع کردید درس، نبینم که یک مباد ما براتون در گنتیو و داتیو و اکوزاتیو برسم پایه مشکل داشته باشه. نفهمید که در اینجا ای بگوییم یا زاین بگوییم یا اوی بگوییم آنزر بگوییم. کسایی که در اینجا هستن آن ایده کسایی هستن که از این یاد دقیق بفهمن. ای چی بود؟ او مرد، احمد، محمود، جمیل، علی، فواد غیره و غیره. اگر یک اسم را به او ارتباط بدیم ضمیر ملکیش چی است؟ یا دو گزینه است، باز زاین و یا هم زاینه. قانون دیگر هیچ کدام اتفاق بد نمیفته. قانون اتفاق بد نمیفته، فقط اونمو یک گپ است که ما شما ده و دست بدون ای هر کلمه که بود هر ضمیر ملکی که آمد تغییر میخوره. اینجا ماین بود، اینجا داین شد، اینجا زاین. این نظر به اینی تغییر میخوره. ایش دو ای. قانون این قانون است، یک دفعه بدون ای، یک دفعه امرای ای. زاین، زاینه. اینال این گپ است. الان اسم را که من فعلا درباره علی صحبت میکنم. علی در فرانکفورت زندگی میکند. پدرش به طور مثال، خب پدر، آرتیکل پدر اول باید بفهمم که این اسم مثال میگم، در اینجا کار نمیکنم. der Vater، خب der Vater پدرش، علی خب مرد است، است زاین یا زاینه؟ نه زاین. چرا؟ به خاطر که آرتیکل پدر der است. در اینجا شروع میشه ضمایر فاعلی، در اینجا ضمایر ملکی ببخشید که یاد گرفتم. گفتم بیشتر که تنها که قانون ده دستگیر یاد نگیریم، این کلمات هم حفظ کنیم که ماین مربوطه کی میشه. ماین داین آسان است چون زیاد میشنویم. ماین داین از این زاین و چیزا که پیش رفته میریم کمک پرچالشتر میشه. زاین در ذهنات پیچکاری میشه، مربوط مرد است. یک چیز را که من از امیال متوجه میسازم که بسیار در آینده یک تعداد اشتباه فکر میکنه. اینمی اسمی که مربوط هر کس که میشه مهم نیست. صدا درست است مدیریتورا؟ صدا درست است؟ بله. الان اسمی که اوکی درست شد. الان اسمی که زن باشه یا مرد باشه مربوط او مرد که شود زاین میایه. پس آن فکر نکنید که او مادر و زن از ضمیر از این چی استفاده کنم. اسم صاحب اسم که مرد بود، خود اسم آرتیکلش هر چیزی که بود فرق بین زاین و زاینه است. به طور مثال خواهر آرتیکلش چیست؟ دی Schwester. دی Schwester به معنای خواهر. میایم قصه علی را برات میکنم. فلانی جان علی رفیقم است. چی میگی؟ خواهرش معلم ماست. انال خواهر علی هدفت است. اسم خود فهمیدیم که درباره کی صحبت میکنیم. صحبت درباره علی است. خواهرش چطور بگیم؟ خواهرش نمیخوایم بگیم خواهر علی، میخوایم خواهرش بگویم. میاییم گزینه داریم زاین یا زاینه. واضح و مشخص است. چقدر من تکرار میکنم که دیگه هیچ یاد کسی نداره. خب خواهر خود گفت لمرد خواهر با آلمانی دیش فستر میگه. در جدول رو میره کار کرده که دی خواهی در زیر دی کدامش
کلان نوشته میکنن. اسم همیشه حرف اولش بزرگ. خواهرش این دفعه دیگه کمک کتخلچی کردم، جایی برای ترجمهش کم شد. خواهرش بس شرط که نمی خواهر از یک مرد بود زاین میگیم. فکرتان باشه اینجا زاینش فستر در باره علی صحبت میکنیم. ای است دیشفستر زاینه در زیر دی قرار گرفته، حل شد گپ دیگه، هیچ جای گپ به گفتن نداره. درست است؟ پیشتر گفتیم که کتاب خود دست میگه، امیده تکرار نشته میکنیم چون پیشتر دی جمعش بود. کسی که در کومنت میگفت که استاد کتاب خود دست است، جمع دست دی شده بود، دی بوشه. اما مفردش اینا گپ شما نشته میکنیم دست بوخ. مفرد جمع خود دوست عزیز انشالله میفهمید دیگه، اون کسایی که مشکل دارن. و معنای از اینکه یک دانه کتاب مفرد است، آرتیکلش همیشه آرتیکل از یک دانه می باشه. جمع که شد هر آرتیکلی که بود دی جمع میشه. دست بوخ با معنای کتاب. علی خانه نیست، کتابش ببینید ما کتاب ملکیتش ربط میتون به علی. کتابش سر میز است، کتابش میایم در اینجا انتخاب دارم باز بینش. خب ما خود درباره کتاب از علی است، درباره علی صحبت میکنیم. بریم در جمع در این لیست تنها چیزی که برای من قابل استفاده هست یا کامت انفراگه برای من دربارهش باید چرت بزنم، کل از این جدول نیست. ما برم ماین بگیم دایم نه علی مرد است، گزینه تنها این مساوی زدیم پیش رویش، زاین و زاین است. طبعا کل دیگه حالا میفهم آیستا آیستا. کتاب دست بوخ، این دست زاین میشه. زاین بوخ به معنای چی؟ کتابش. کتابش زاین بوخ. کسایی که بیخی ابتدایی سن ایران بونین که کلش یک رقم است. تفاوت اینه در این یک از این چیزا که بسیار ناچیز او داره از این ایش نداره. کل گپ ما سر این نمیست. دو هدف داره درس ما. یکی که کلمات بفهمیم که از مرد ملکیت زمین ملکیش توسط زاین و زاینه نشان داده میشه، این زاین حفظ کنیم. خوب شد دیدم. زاین و زاینه را استفاده کنیم و دیگه چیز که این داشته باشه یا نداشته باشه، اینه در این همیچ از کل گپ مقصد. زاینش فستر، زاین بوخ. درست است؟ دنیای مجازی دیگه خودت ایش نیاز نیست صحبت بکنم، خودت باید با گپ برسید. خب یک کلمه ما بگویم، باز فکر میکنم این کسایی که مشکل دارن تشویق میشن. بیاین ادامه میتیم و درس خود اجرایی باره صحبت نمیکنیم. میایم یک اسم دیگه که کاربرد زیاد داشته باشه که آرتیکلش چی رو باید استفاده بکنیم. خب دی رو استفاده کردیم، بو هم استفاده کردیم. میایم یک اسم دیگه رو استفاده میکنیم به طور مثال کاکا یا ماما. به زبان فارسی ما و شما ام کاکا داریم، ام ماما داریم. کاکا را میفهمیم که برادر پدرم است، ماما برادر خواهرم است. اما در زبان آلمانی برای هر دویش یک کلمه داره. اون چی میگه؟ der onkel. باز اگر شنونده بسیار علاقمند بود برش آدم توضیح داده میتونه که پدری یا مادری. درست است؟ کاکا یا ماما. کامامیت ماما. میاییم درباره علی باز صحبت میکنیم. علی توی امروز که یک گلاس آب به حسن نیت داده بودی که نامت بار بار گرفته میشه. علی کاکایش، علی در فرانکفورت است. خب امو علی را میگی کاکایش رفیقم است. ببینید مامایش رفیقم است. کاکا یا ماما را ربط میدی به علی. میایم در اینجا دیگه موضع و صراحت نشته شده ده اونکل. میایم بین زاین و زاین انتخاب میکنم. نه طبعا انتخاب ما میره به کی؟ به زاین میره، به خاطر که ده در زیر
ده قرار داره زاین. کاکا یا ماماش باشه نمیره نشته کنیم کاکایش مامایش هر کدامش که بود دیگه. کاکایش یا مامایش واضح و مشخص است. میاییم یک اسم دیگر استفاده میکنیم که آرتیکلش جمع باشه از یک دانه اضافه شود. علی همسایه است. بیادرایش رفیقم است. بیادرش نه برادرایش از یک دانه. بیادر یا برادر چی میگه؟ ده بوده از یک دانه که زیاد شد آرتیکلش چی میشه؟ دیگه واضح است یک دانه آرتیکل بدبخت است که در جمع که شد آرتیکل کلش نمیشه. Die Brüder. تفاوت برادر و برادرها در چیست که اویش در سرش دو دانه نقطه میآید. ما شما به فارسی برادرها میگیم این دی برودر. میاییم در اینجا میگیم برادرهای زاین تکرار شد بسیار زیاد. seine Brüder. ببینید تلفظش یکی از برودر که اوی ساده است دو نقطه در سرش نداره. یکی دیگه چی است؟ دو دانه نقطه داره در سرش. فیصل جان فعلا وقت درس است دوست عزیز تشکر اما فعلا وقت درس است درست است مزاحمت میکنه با درس. der Bruder die Brüder برادرها و به خاطر زاین بوده برادرانش. کلمات جدید در اینجا دی شوستر das Buch der Onkel die Brüder. کسی که باز تکرار میکنیم برادر هم میگفتیم آرتیکلش رو der Bruder است. او یک دو دانه یک نقطه در سرش نداره یک دانه بیادر است. برادرش برادرانش جمع شده. تفاوتش در این است. میاییم نتیجه گیری آخر ما. دی شوستر واضح شد زاین شوستر. das Buch بود شد sein Buch. der Onkel بود شد sein Onkel. die Brüder بود دی جمع همچنان زاین شد. در دو قضیه متهم با ای آمد استفاده شد. در دو قضیه ساده و پاک. چرا؟ چون در این دو قضیه یکیش دی مفرد بود یکیش دی جمع. دی و دست بدبخت همیشه بود بدون ای ماند زاین ماند. عکس بفرمایید. چطور است؟ قابل فهم است یا نیست؟ یعنی دیگه این جدول که تکمیل شود کسی نباشه که بگویه که من این نفهمیدم. ویب خیلی تکمیل نشده بود میفهمم. درس باید ما شما ترکیب میکنم. کلگی فهمیدن؟ بله چقدر خوب. مقدس محمدی تکرار به خاطر کنم چون ناوقت آمدی درست است؟ اگر نه خود در این رقمی که من دانه کار میکنم با تکرار جای کار نداره. sehr schön. در جمله میشه استفاده کنه. در جمله فعلا وقتش نیست. برادر تو خشتار نموندی میخوای بری در منزل در اتاق جور کنی. عبدالحق اندروبی تشکر دوست عزیز سلامت باشی.
چنده که پیشتر دوستای عزیز گل دیگه متوقف کنید که درس مهم است. اینال میایم درباره تبسم، درباره اسم آیی که به او متعلق میشه صحبت میکنیم. من میایم بر شما قسم میکنم، میگم که تبسم در عروسی آمده بود. همت جان دوست عزیز سعی کنین، خواهش میکنم، فکر درس بسیار مهم است. این نمیجه است که اشتباه شروع میشه. تبسم در عروسی آمده بود. پیراهنش بسیار مقبول بود. پیراهنش خوب سعی کنین در اینجا پیراهن باید متعلق بسازم به تبسم. تبسم صاحب پیراهن میشه. خب تبسم در عروسی آمده بود، پیراهنش مقبول بود. حالا اولین چیزی که نیاز دارم نظر به درسی که امشب خواندیم چیست؟ پیراهن چی میگه و آرتیکلش چی است؟ کل ما میفهمیم، اگر نمیفهمیم نشته میکنیم پیراهن آرتیکلش. خب ما هیچ نیاز نیست که آرتیکلش بگویم. هر وقتی که پیراهن در زبان آلمانی میخواستی یاد بگیری باید یاد نگیری که کلایت میگه، باید بفهمی که دست کلایت میگه. دست کلایت به معنای پیراهن، صداقت، حسنا جان. باز 5 دقیقه دیگه همراه شما قصه کنم. اصلا خواهش میکنم گوش کنید. دمیان بسته روی ماین داین گلای شما گرفته. بس از دیگه میگم کل چیز در حدش. دست کلایت به معنای پیراهن. پیراهن. در وقفه بعدی جورش میکنم. پیراهن دست کلایت. حالا میایم میگم تبسم در عروسی آمده بود، پیراهنش مقبول بود. این حالا چی میکنم؟ اول باید در اینجا از مرد اگر می بود خب فهمیدم که زاین زاینه، از خودم ایش ماینه، از تو داینه. از تبسم صداقت بلاک کن. مدیریتور عزیز صداقت بلاک کنین، از لایف هیچ وقت هم نکشینش چون چشم سفیدی میکنن. همین لحظه بلاکش کنین. از تبسم پیراهنش انال ملکیت اوی زن چی است؟ ایه. از مرد زاین بود، از زن چیست؟ ایه و ایغه است. میفهمید صداقت، میفهمید من اینمیال در اوج تمرکز استم و با تربیت ما ایران میمانم که چقدر بی فرهنگ و بی تربیت آدم هستی که یک نفر ازتان خواهش و خوبی میکنه مجبور میسازی مرا که از درس بکشمت و بلاکت بکنم. من این بر من مزاحمت نمیکنه. 4000 نفر تو سرگردان میکنی، فکر میکنی کدام با گفتیم اصطلاح تیک تاکران نامکشی است، تو مردم میشناسه، مردم خنده میکنه که ایه و ایغه. باز به این نتیجه رسیدیم که در آخرش یک دانه ای میایه و یا ای نمیایه، یا ای میایه یا نمیایه. و او کلمه چی است؟ تلفظش خوب صحیح متوجه باشین. ایه و آپشن یا اپسیون یا گزینه دومش چیست؟ ایغه. فرق بین ما و شما هر جنسه که، هر شخصه که، هر اسمه که با تبسم یا امثال تبسم که مؤنث باشن ربط بگیره، با اینمی دو گزینه ما میتونیم انتخابش کنیم، یا ایه بگوییم یا ایغه بگوییم. در هر اسم را که از تبسم باشه، تبسم صاحبش باشه یا او اسم با او متعلق شوه، چی میشه؟ از دو کلمه داریم، ایه و ایغه. اما نمده که علی دو دانه آپشن داشت، زاین و زاینه، بر تبسم و امثال تبسم به خانم ها یا زی اوی زن، هر چیزی که ربط بگیره یا ایه میگیمش یا ایغه میگیم. از کجا انتخاب میکنیم که ایه بگیم یا ایغه؟ طبعا بگه از همون آرتیکل اسم دی و دست ایه و دی مفرد و دی جمع ایغه. ایناله که بیاییم تبسم در عروسی آمده بود، پیراهنش مقبول بود، پیراهن نشته کردیم، دست کلایت. آیا ایه کلایت بگیم یا ایغه کلایت؟ کل دانم یالا پیش خود میگن دیگه ایه کلایت بگو. چرا؟
چون ده و دست اینه در زیرش ایه آمد. ایه میزنه خیلی سوال است. خوب درس آمده. یک دونه لینک شبکه روی کنیم یک از اونا با معنای چی؟ ببخشید رنگش باید تفاوت بودم که گدوات نشود. پیراهنش فرق بین یک کلاید و دست کلاید چیست؟ دست کلاید به معنای پیراهن، پیراهنش یک کلاید. این کلمه اینی دو دانه از پیش اکثریت کسان گدوات میشه. زاین و زاینه صاحب اسم مرد باشه، ایه و ایغ صاحب اسم زن باشه. اما نمده که پیراهن چون دست کلاید از تبسم بود، پس ما شما بگیم ایه کلاید. مثال اولش. مثال دوم میریم یک اسم دیگر را انتخاب میکنیم. این به تبسم های مجرد نیست، به تبسم های متعیل است. شوهرش. شوهرش. شوهر چی میگن؟ ده من یا ای من. خود در اینجا ما از ده من استفاده میکنیم. تبسم در صنف ما است. بسیار دختر لایق است. یک دفعه از اون طرف سر صدا میکنه میگه شوهرش صنفی ما است. شوهرش. شوهر کی؟ از تبسم. تبسم در صنف ماست، بسیار لایق است. شوهرش هم بسیار لایق است. شوهرش. شوهر مربوط تبسم. اینی که من که گفتم یک باریکی متوجه باشین، یک تعداد نه که خود شوهر خود مرد است. لمر گفته بود که ای از زاینیه نخیر دوست عزیز. شوهر مربوط کی میشه؟ مربوط یک کس میشه که زی است و زن است. پس ما هنوزم در بین ایه و ایغ انتخاب داریم. این مهم نیست که او اسمی که به او تعلق میگیره مرد است یا زن. صاحب اسم کیست؟ اینمی تا وقتی که تبسم است ایه و ایغ هیچ فرار کردنی نیست. چی شوهرش، بیادرش، خوارش، مادرش، پیرانش، موترش، هر چیزی که باشه. پس در اینجا انتخاب میکنیم. خب شوهر چطور بگوییم شوهرش؟ تبسم در صنف ماست. شوهرش صنفی ماست. شوهرش باز باید دو دانه انتخاب داریم. ایه یا ایغه. کلتان دیگه میاد خنده میکنه نگی سیروم شده چرا اینقدر تکرار میکنی؟ خب ده است اینه ده در این قطار است. ایه طبعا ایه من. شوهرش. ایه من شوهرش چون ده من بود. تبسم یک دانه خوارخونده هم داره. خوارخونده دوست دختر. دوست دختر نه، دوست دختر خوارخونده میگونه شامیانه. دی فرویندن. دوست. دوست مؤنث نوشته میکنیم، فکر کنم بیش خوبتر خوانده میشه. دوست مؤنث. تبسم دیروز مکتب نامده بود. میفهمم خوارخوندهش یا دوستش مریض بود. دوستش دختر است. دوستش مینه. دوستش مریض بود. چطور بگیم دوستش؟ اما دی فرویندن دیگه کلتان میفهمیم. حالا میایم باز بین از این دو دانه انتخاب میکنم. این دی فرویندن است. دی در زیرش چی است؟ ایغه. چرا ایغه شد دفعتن؟ چون دیگه دی فرویندن بود. درست است؟ میریم بعدی. یا به تبسم است که مجرد نیست، اولاد دار است. دختر زیاد داره. دخترایش
ما و شما دختر میفهمیدیم چی میگه دی تاخته، اما دخترها را چی میگه؟ اول پارتیکلش کلتان میفهمید که دی تاختر مؤنث اما جمع که شد از یک تا که زیاد شد اینی دی جمع استفاده میشه. دخترها را چی میگه؟ دی Töchter. فرقشون چیست؟ تختر اوی ساده داره، دخترها اویش دو نقطه داره، اوی املاوت است. تلفظشون فرق میکنه. گوش کنید. دی تختر دختر میگه، دی töchter دخترها جمع دختر. حال اگر بخوایم بگیم که تبسم بچیش در مکتب ماست، یک دفعه از او جواب صدا میکنه میگه دخترایش در مکتب ماست، چی رقم میگیم؟ دخترایش میگیم دی جمع است، ایغه میشه. آشپزخانه سر کتابای دخترهایش نتیجه گیری آخر دو دفعه ای آمده دو دفعه ایغه آمده. چرا؟ و چی جرم دو دفعه ای آمده دو دفعه ایغه آمده؟ هر کس گل روان کنه بلاک میشه از امشب. جزایش همی است. چرا دو دفعه ای آمده دو دفعه ایغه آمده؟ به دلیل ازی که نتیجه گیری خود اعلام میکنیم. کلاید نوشته بود دست کلاید، اینه در زیر دست ای قرار داشت. من شوهر چی بود؟ ده بود، ای من. دوست چی بود آرتیکلش؟ دی بود، در زیر دی چی قرار داشت؟ ایره. töchter دخترها آرتیکلش چی بود؟ جمع از دیگه، جمع کل ما میفهمیم. دی جمع هم ایره بود. با مثال که چرا ایه بود چرا ایه، چرا ایغه چرا ایغه. عکس بگیریم کسایی که عکس نگرفتن. سیروم شد یا نشد؟ اول از این گپ بزنید. تشکر اسما جان. امیدوار هستم واقعا سیروم شده باشد. sehr schön.